بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، شنوندگان گرامی، سورة الزلزله ای سوره لرزش. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوندی بی اندازه مهربان و بی نهایت با رحم. اذا زلزلت الارض زلزالها، هنگامی که زمین را با سخترین لرزشش بلرزاند. و اخرجت الارض اثقالها، و زمین سنگینی ها و بارهای خود را بیرون می اندازد. و قال الانسان ما لها، و انسان می گوید زمین را چی شده است؟ یومئذ تحدث اخبارها، در آن روز که سرآغاز قیامت است، زمین خبرهای خود را بازگو می کند و به زبانی حال خواهد گفت که چه چیزهایی بر آن گذشته است. بأن ربك اوحى لها، بدان سبب است که پروردگاری تو بدو پیام می دهد که چی بشود و چی بگوید. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، در آن روز مردمان از گروههای خود دسته دسته پراکنده می آیند تا کارهایشان بدیشان نموده شود و نتیجه های اعمالشان را ببینند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، پس هر کسی به اندازه ذره غبار کاری نیکو کرده باشد آن را خواهد دید و پاداشش را خواهد گرفت. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، و هر کس که به اندازه ذره غبار کاری بد کرده باشد آن را خواهد دید و سزایش را خواهد چشید.